سلام، از هیمنم. در واقع ویدیو سوم در مورد اوپی که من لازم گپ کنی. ما جلسه اول در مورد اوپی گپ کنیم، گفتم اوپی چی است، چه به کارتینه و اپروچ دنه او در واقع برنامه‌نویسی چیه. مبحث بعدیش در مورد خود در مورد کلاس گپ کنیم، گفتم کلاس چه ویژگی خواهد در واقع چه توش نخواهد. بعد در مورد اکسس مودیفایش گپ کنیم. حالا انا سراغ بحث بعدی که من اول اتم آکادمی بجام گفتم که من سخت نفس گفتم حالا اصلا کد بجام خیلی بهتره. ویدیو درشتر دوا اما به نظرم بهتره. خب همین سراغ بعدی تاکه هر در واقع اتریبیوت تاکه هر توش تاکه اوند تعریف تاکه اولش فرق دکن. من است متفاوت خانه الا آغاز ناخوازم در اون درگیر در واقع توش دنه بود قال ویژگی چی اونا توش دارن ناخوازم درگیر اونا مبحث اونا ناخوازم درگیر فعلا ناخوازنی درگیر. خب هر کلاسیک هر توش ویژگی که تعریف تاکین گفتیم. خب یه سه توش دارم اکسس مودیفای خانه نوع خانه ناو خانه ویالا چیه ویالا گپ کنیم. اما موقعی که اطلاعات درخواست گت که یعنی در اما واسه اطلاعاتی گت کنی واف فراخونه موقع توش در درخواست اویال در درخواست ست که داخل بیان هر کی بیرون فیان منظوره بذار ست. اما شرکنی ویاجی بیجنی فقط اشاره که یورو گت که اشاره نکه بیان در ویا در واقع ست که خب پرایوت یعنی مثلا درخواست آیدی در درخواست بیام دینا دین اونا که در پیشرفتن همین فارم دکن استاچوی کار کنن که الان اشنو که یا تو اشنو که در بیا تغییر بدی. خب اما اگر بی پرایوت و هدینه در شک ماده مقدار بدم و مشکل ختم اگر در مشکل ختم اشک پس هر ویژگی که تعریف کنی اشاره کنی قسمت ست و گیتی ویژگی اکسس مودیفای تعریف کنی. همین سراغ بحث بعدی بحث تابع. من ویدیو قبلی در مورد تابع گپ کنیم گفتیم آقا تابع مثل ویژگیانا شکل پابلیک خواه اکسس مودیفای خواه نوع ورودی خواه نوع خروجی خواه نوع خواه نوع ورودی خواه نه شکل مشابه و اویندش ریترن کنیم و غیره و نه گپ کنیم. در مورد ارث پریج گپ کنیم گفتیم آقا هم کلاس خانی و کلاس شکل کلاس جور ارث پریک اونا اشاره کنیم در واقع انجام بدیم. دو توش دیدن خانه ارته چیه ارته مثلا برنامه‌نویسی ابسترکشن چیه بعد هم در سوال ابسترکشن چیه ابسترکشن. خب هم کلاس های دن خانی مثلا پیپل خان بیاد نخرم ابسترکشن درسته این چه اتفاق هست از اون بیشتر شکن اما الان غازن از ابسترکشن نمونه چکیم این اول یا نه موقع پیپل ابسترکشن که ما اگر نمونه چکیم یا نه این خطا دادن یا نه درسته تماش کن چگو خطا دادن بودی cannot create instance abstract کلاس ابسترکشن هم اشان ناکنی عصبی نمونه چکنی چه جالب بود کلاسی که ابسترکشن اشان ناکنی عصبی ارسپریک نشد نمونه چکنی درست کلاس ابسترکشن اما اشان ناکنی عصبی کلاس ابسترکشن پس چه کلاس ابسترکشن نمونه چکنی کلاس ابسترکشن کلاسی اشان ناکنی عصبی نمونه چکنی اوند خطا درسته فقط کلاس ابسترکشن برای ارث بری استفاده این هریت استفاده. خب پس با نکته که خیلی مهمه پس کلاس ابسترکشن عشان اون کلاس ابسترکشن اینستنس چک نمونه چکنه بعد به سر بعد اورت زبان دات نت عشان نکنی ام چند کلاس ارث بری که و عشان نکنی چند کلاس ارث بری که توش تاییدن خانه به اسم اسکال توش خانه was is called برعکس ابسترکشن موقعی که بیاد اننی هم فقط اشاره کنه
فقط عشان نمونه چکن عشان نکنی ارث برای کن تا بیان خطا ده تو عشان نکنی واسه نمونه ارث برای استفاده کن تو فقط اگه حسابی نمونه چکن الان نمونه خطا نداد دسته که ابسترکشن خطا داد نمونه خطا نداد پس ابسترکشن فقط سا اینریت استفاده و اسکال برعکسه ابسترکشن سا اینریت استفاده اسکال فقط سا نمونه ساخته استفاده اون نکته بود که بودم پیش توش یک خانی مثل تابع خانی به اسم کانسترکتور کانسترکتور چیه؟ ساچه به کارته اولین متدی که اما نمونه قبیل چک اینستنس قبیل چک آبجکت قبیل چک نی خب اول توش یک در واقع اجرا و اویژن کانسترکتور ساچه به کارته کانسترکتور اخذ مقدار ده اولیه که یه سری متغیران مقدار ده اولیه که مثلا آیلی مقدار ده اولیه و یه سری بحث مباحث ادوانس که در اونا قبل مثلا بحث دیفنس اینجکشن انورژن و اونا رو قبل کنیم یا اصلا مقدار بنویان و بخیه استفاده پس کانسترکتور اولین متدی که موقعی که اینستنس چک فراخوانه کانسترکتور موقع کانسترکتور علاوه شکل کانسترکتور در انگلیسی مثلا کانسترکتور مقدار خواهم میگه نه خب اوی اندام موقع که اینستنس چک مشکل کنم آقا بیان مقداره بیان بده درسته مقداره بیان مثلا نیم دوم بیان نمیخوام مقدار دیگه کنم درسته نمیخوام چون پرایویت بوده دردش نکنم اوی اندازی در خواسته مقداره بی نمیخوام بگرم get درسته نه اوی اندازی درسته مثال کردم درسته اوی اندام در خواستم مقدار نمیخوام اوی نشان درسته من چه کار کنی الان کاری که انجام دادیم کانسترکتور به مقدار ورودی چک کنی کانسترکتور هم نام کلاسه خروجی چی؟ خط نقدمه بعد اوینده با ریسرچ سطح دسترسی اشکل مشخص اکسس مودیفای اشکل مشخص این ناویج بود هم نام اشکل هر چقدر بخواستیم در واقع مقدار ورودی بدیم بعد در واقع بعد در تابع نیستیم تابع ما در قابل استفاده ببین خروجی بیان چه ها پس ما تا الان در مورد اوپی گپ کنیم در مورد کلاس گپ کنیم در مورد ارث بری گپ کنیم در واقع یه سری تشتانا با هم پیوز دیدیم همین سراغ بحث دنه چیه؟ بحث قشنگ دنه های به اسم بحث دکر مقداره من دیده بنده نشاد خب بحث من سراغ اینترفیسه اما اینترفیس مبحث بسیار مهمه خب یه سری موقع نیاز ده هم فقط سیگنیچر این متد بنویسیم مثلا از پابلیک اینترفیس کلاس اوله کلاس استفاده و اوله اینترفیس استفاده مثلا دانستم مثلا هم نظام بزنم ناوی کلاس ناوی اینترفیس من آی اوله خواهی هم چی هستی بوده طبقه من مثلا هستم کلک اینترفیس ورته اینترفیس در شکل سیگنیچر اگه بنویسم سیگنیچر امضای متده پس شکل سیگنیچر بنویسم اینترفیس چیه؟ اول اکسس مودیفایر بعد اینترفیس و بعد اول آیدیان و ناویدیان اینترفیس به کارتس سا مباحث ادوانس سا بحث
الان اگر از ویان از بخوازم اشک من انت انترفیس ارس برای مسئله که الان بیتابه خیلی چند که خطا داره ایجا آقا زمانک ام متد ام کلاس دانیسیم کلاس ما لخوازین حتما مجبور کنیم ام کلاس خانی خواه لازم مجبور کنیم کلاس حتما می متد ما ارس برای که اون اینترفیس است اون اینترفیس سیگنیچر دانیسیم اون کلاس ایجنی روی اینترفیس ارس برای که موقع که ارس برای که مجبور دارم حتما نبی چیه در واقع ایمپلیمنت کرد پیاده سازی نکرد خطا داد درسته پس مبحث آخرانی به اسم اینترفیس ساچه بکارته که وی کلاس یک انواع کار برده مباحث اوپی بکارته سابسترکشن بکارته خیلی توش دیدن بکارته موقع که یک کلاس اینترفیس اسپریه که حتما کلاس ها با گره وی متد ایمپلیمنت کرد پیاده سازی کرد خب وجه مباحث بحث اینترفیس ویدیو ما چقدر سوال سراغ اصلا بحث بعدی با ویدیو ما ویدیو ما چقدر که